سیاهی چی میگه؟ ببینی لکه سیاهی چیزی دور و برش نیست، کامل داره میگیره. آره میگیره پس اوکی. یه درود بدون بدرود به همه شما. به درنگ خوش اومدین. من پریسام، 16 سالمه و قراره چند لحظه درنگ کنیم و ببینیم برای چی توی زندگی می‌دویدیم. توی این بخش از ویدیو، یعنی توی ابتدای ویدیو، قراره درباره این صحبت کنم که من چجوری قراره وارد یوتیوب بشم، قراره چه فعالیتی داشته باشم. بچه‌ها به خاطر صدای محیط از همتون عذرخواهی میکنم و درباره این حرف بزنم که اصلا چی شد که من تصمیم گرفتم که توی یوتیوب کار کنم. بعد از اونم قراره درباره انتخاب رشته صحبت کنم که باز یک سری توضیحات بهتون خواهم داد. کلا فعالیت من توی یوتیوب قراره در این قالب و محتوا باشه که یک سری از تجربه‌های شخصیم که مربوط به 16 سال اخیر زندگیم بوده رو باهاتون به اشتراک بذارم و توش درباره یک سری مسائلی صحبت کنم که حس می‌کنم که توی یوتیوب واقعا جاش خالیه و شاید تا به حال دربارش صحبت نشده یا خیلی بهش پرداخته نشده. و اینکه چرا تا الان تصمیم اینو نداشتم، به خاطر این بودش که خب من یک بازی رو می‌گذروندم که شهامت اینو نداشتم که بیام صحبت کنم و یک تایم زمانی رو می‌گذروندم که خیلی خودم رو قضاوت می‌کردم و نسبت به خودم خیلی بدجنس بودم. ولی تصمیم گرفتم که شجاع باشم و با خودم صادق باشم و به شما پیشنهاد میکنم که توی هر مسیری که هستین عزمتون رو جزم کنین، شجاع باشین و برای اتفاقی که توی آینده است و هنوز معلوم نیست که چه چیزی قراره باشه نترسین. من پارسال انتخاب رشته داشتم، یعنی الان پایه 10 ریاضی ام و قراره که این تابستون رو که رد کنم وارد 11 بشم. حتی نه تنها که پارسال من انتخاب رشته داشتم، امسالم خواهرم انتخاب رشته داشت و تقریبا با تمام شرایطی که برای انتخاب رشته، دغدغه‌هایی که چه می‌دونم آزمونا دارن و اینها هستش آشناتون بکنم. اگه بخوام راحت‌تر مثلا باهاتون صحبت کنم، ببینید ما چند نوع شرایط داریم توی انتخاب رشته که من این شرایط رو دسته‌بندی کردم بر اساس تجربه‌های شخصی خودم یا اینکه توی اطرافیان و دوستان زیاد دیدم. اولین اون عده آدمایی که خب از پایه 7 که وارد میشن یه نسبت به رشتهشون مطمئنن و خب برای منی که مثلا از پایه 7 هنوز تصمیم خیلی دقیقی روی رشتم نگرفته بودم، این آدما منو خیلی میترسوندن. ولی بچه اصلا جای نگرانی نیستش. به نظر من توی اون 3 ماه اول، یک 3 ماهیه که شما تقریبا 3 ماه سردرگمیتونه و هنوز باید آشنا بشین. بهتون پیشنهاد میکنم تو اون 3 ماه سردرگمی که یک 3 ماه عادیه و یک چیز رواله، تمام تمرکزتون رو بذارید روی تحقیق، مطالعه درباره رشته‌های مختلف، از آدمای مختلف بپرسید. حتی اگر شده ببینید که سرفصلا و دروسی که مثلا توی 3 سال دبیرستان میخونن چیه، به چه شغلایی منجر میشه. حتی درباره این هم بدونید که چقدر ساعت درسی دارن و حالا چه فعالیت‌های سر کلاس میکنن. خیلی چیز مهمیه و پیشنهاد میکنم 3 ماه اولتون رو بزنید روی تحقیق درباره رشته‌تون که نسبت بهش مطمئن بشین. حتی اگر کسی هستید که از پایه 7 نسبت به رشته‌تون مطمئنین و حالا آماده اید نسبت به رشته‌تون. گروه دوم که یک گروهی که من واقعا گاهی اوقات دلم براشون میسوزه، گروهی که والدینشون یا اطرافیان مجبورشون میکنن که یک رشته خاص رو انتخاب کنن. راستش اول از همه بگم که این مسئله یکی از بزرگترین راهکاراش اینه که پیش مشاور برید همراه با والدینتون. حالا خانواده‌ای که مثلا چه می‌دونم جز والدین، یعنی چه می‌دونم عمه، عمو، خاله، اینها واقعا مهم نیستن، اصلا نظرشون مهم نیست. ببینید مشاورا خوبن به شرط اینکه بدونی طرف مثلا نظرش رو تحمیل نمی‌کنه. چون من خیلی زیاد دیدم مثلا مشاورای مدرسه‌مون و یک سری مشاورایی که اومده بودن برامون صحبت کنن، اکثرشون اینجوری بودن خب درستون خوبه برید تجربه. کلا مثلا توی منطقه ما مثلا ریاضی رو خیلی جزء این رشته‌های می‌بینن که دانش آموزایی چه می‌دونم تنبل و اینا میرن، یا مثلا چه می‌دونم کسی که میره هنرستان به نظرشون مثلا درسش ضعیفه. و دوم این که ببینید این آینده شماست، این زندگی شماست و شما تصمیم گیرندش هستید. درسته که والدین باید راهنماییتون کنن، بهتون کمک کنن، ولی این که اونا چیزی رو که خودشون نشدن رو بخوان به شما تحمیل کنن که شما اون چیزی باشید که دلشون می‌خواد. چه می‌دونم مثلا یک سری از والدین هستن که خودشون کارمند نیستن، بعد دلشون میخواد مجبور کنن بچه‌شون رو که کارمند بشه. خب چه اجباری هست، چه اصراری هست. این آینده یه طرف فرق داره. مثلا همین دارم میگم که برای خودتون اولویت خودتون باشید. چیز شوخی برداری نیستش دیگه. شما یک انتخاب رشته که داشته باشین مثل یک ازدواج بالاخره.
قرار نیست مثلا 3 سال از زندگیتون رو تلف کنید واسه یک رشته بی محتوا که مثلا برای شما جذاب نیست. برید مثلا یک پزشک بشید، بعد اون پزشک خب چه فایده وقتی که شغلش رو دوست نداره؟ چه جور پزشک کاربردیه؟ والدین شما که قرار نیست مثلا جای شما زندگی کنن، جای شما اون پزشکی رو ادامه بدن، اونا فقط مثلا توی همون تایم شاید گیر بدن، ولی مطمئن باشین اگر ببینن که بچه‌شون یک نقاش شاده، خیلی خوشحال‌تر از این میشن که چه میدونم یک وکیل مدافع مثلا باشه که حالا درآمدش شاید خوبی هم داشته باشه ولی خب خوشحال نباشه نسبت به خودش، نسبت به کارش. مورد سوم اینه که همه دوستاتون یا مثلا اطرافیانتون یک رشته خاص برن. مثلا من این مسئله رو خیلی زیاد دیدم. نمونهش خودم. من توی اکیپی بودم که 10 نفره بود. توی اون اکیپ 10 نفره کلاً 2 نفر من و یکی از دوستام می‌خواستیم رشته ریاضی، که حالا من 3 ماه اول هنوز اینجوری بودم که بین ریاضی و هنر مونده بودم و 8 تای دیگه می‌خواستم برن تجربه. من یکی از بزرگترین دغدغه‌هام این بودش که خب اون 8 نفر دیگه میرن، من از دوستام جدا میشم، چه میدونم مدرسه هامون ممکنه متفاوت باشه، چون بالاخره یک سری شرایط دیگه هم بود که چون من مستقیم نمیرفتم مدرسه تیسوشان، یعنی باید آزمون میدادن، خیلی شرایطم فرق داشتش با اونی که مثلا مستقیم میرفتش یا احتمال اینکه هم مدرسه‌ای بشه با دوستاش زیاد. واسه همین خیلی نگران این مسئله بودم و ناراحت بودم و اینا. ولی میدونین خیلی زیاد چنده بودم این حرفو که مثلا یک سری آدما اومده بودن رشتهشون رو واسه خاطر دوستاشون مثلا تغییر داده بودن، بعدش که رفته بودن دانشگاه دیده بودن که این اصلا رشته محبوب اونا نیست یا اصلا دوستش ندارن یا همه اینها. و میدونین بالاخره شما بعد از یک بازی قرار نیست همیشه یا طولانی مدت اون دوستیاتون بمونه و فکر نمی‌کنم اونقدری بخواید مثلا یک دوستی ارزشش رو داشته باشه که شما به خاطرش مثلا رشته‌تون رو تغییر بدین، آینده‌تون رو تغییر بدین یا زندگیتون تغییر بدین. یا اصلا بالفرض اگر اونقدر ارزشش رو داره، چرا شما باید قید مثلا رشته‌تون رو بزنین به خاطر مثلا یک سری از دوستاتون؟ اگه اون دوستی اونقدر ارزش داره، چرا اون دوستتون این کارو نمی‌کنه؟ می‌فهمید چی میگم؟ یعنی خیلی به نظر من کار احمقانه‌ایه که بخواید به خاطر یک سری از دوستی‌ها رشته‌تون رو مثلا تغییر بدین. ببینید دوستی‌ها بالاخره هستن. اون دوستی که بخواد بمونه با یک تغییر رشته قرار نیستش که از بین بره یا متلاشی بشه. این که تکلیفتون با خودتون مشخص نیست. مثلا می اومد یکی برای ما صحبت میکرد خب توی مدرسه، بعد مثلا پای رشته انسانی بود و داشتش درباره این صحبت میکرد که قاضی میتونین بشین، وکیل میتونین بشین، اینا داشت درباره این مسائل صحبت میکرد. بعد مثلا ما یه سری از دانش آموزا داشتیم میگفتن که من دیگه میخوام وکالت بخونم، خیلی شغل باحالیه، من پرسرزبونم، میخوام وکالت بخونم. بعد باز دوباره میرفتیم بازدید یک هنرستان و توی هنرستان مثلا میدیدش که خیلی معلمش وایب باحالی میده، کلاسشون هم مثلا شاده و اینها، رشته کامپیوتر مثلا میخوندن. من میخوام کامپیوتر بخونم، آینده شغلی داره، میرم هوش مصنوعی، مستقیم میرم هوش مصنوعی. چون اکثر اینایی که مثلا کامپیوتر یا مثلا ریاضی میرن همشون اینجوریان که من میرم هوش مصنوعی، ولی نمیدونن که شما لیسانس رو نمیتونی هوش مصنوعی بری، فوق شاید بتونی بری ولی لیسانس مستقیم نمیتونی هوش مصنوعی بری. خلاصه و همش توی این چالنجن که خب هر چی که میرن همون رو میخوان. ببینیم بازم برمیگرده به همون سردرگمیه که به نظر من این نیاز به تحقیق داره، بازم نیاز به این داره که شما استعداداتون، تواناییاتون، همه اینا رو بشناسید. مامان چرا انقدر سر و صدا میکنین؟ همه اینا میره توش. بعدی که خیلی برای خودم ملموسه و خیلی دیگه خودم درکش کردم و کامل دیگه تجربهش کردم، این که بین 2 تا رشته مونده باشین. حالا بین 3 تا رشته هم ممکنه مونده باشین، ولی خب من بین 2 تا رشته مونده بودم. این توضیح رو اول بهتون بدم که برای خودتون یک چشمانداز 10 سال آینده رو اول داشته باشین و ببینین که خب من 10 سال آینده کجا خواهم بود، تو چه موقعیتی دوست دارم باشم، توی چه شرایطی و حالا همه اینا. منظورم این نیستش که مثلا اینجوری نگاه کنید که من دانشگاه قبول بشم و دیگه بعدش چی. نه، منظورم اینه که کامل شغل داشته باشین و بتونین کاراتون رو بکنین، پروژه قبول کنین. منظورم یه همچین چیزاییه. خب برای من اول از هم بگم که من بین 2 تا رشته مونده بودم و قراره با همین مثال جلو برم.
من بین دو تا رشته ریاضی و هنر مونده بودم و چی شدش که اصلا ریاضی رو انتخاب کردم جای هنر. من چشم‌اندازی که نسبت به 10 سال آیندم داشتم مدرسه درخت انجیر که یک حالا شرایط خاص، یک موقعیت خاص داشتش و خب وقتی که میخواستم مثلا آینده ها و پیشبردهایی که مثلا نسبت به هنر و ریاضی داشتم، اگه قرار بود هنر رو انتخاب بکنم اینجوری بود که اول میرفتم سراغ نقاشی یا تصویرسازی. خب از نقاشی میتونستم یک آرت گالری بزنم یا اینکه مثلا از تصویرسازی میتونستم تصویرساز داستان کودک بشم یا یک سری از حالا دروس و کتابایی که مثلا مد نظرم بود از کتب درسی رو میتونستم تصویرسازیش رو انجام بدم، ولی اونقدر برای من کامل کننده نبود. یعنی در پیشبرد اهداف من اونقدر نمیتونست بهم کمک بکنه. از طرف دیگه ریاضی بود. من اگر قرار بود ریاضی برم، خب اهدافم میرسید به کامپیوتر و از طریق کامپیوتر مدیریت پروژه درخت انجیر و حالا گسترشش و بزرگتر کردنش که خیلی برای من در پیشبرد اهدافم کامل کننده تر. یک سری چیزای دیگه هم بودش که حالا بعدتر از اون 3 ماه متوجه شدم ولی منو مطمئن‌تر کرد نسبت به انتخاب رشته ریاضی. من خب فکر می‌کنم از 13 سالگی کلاس طراحی میرفتم و خب در کنارش یک سری کارهای دیگه هم میکردم، مثلا تصویرسازی داستان کودک انجام میدادم، یعنی کلاسش رو رفته بودم یادمه. بعد کارهای مثل چاپ و اینها هم انجام میدادم، یعنی کار هنری به صورت کلی انجام میدادم. بعد که به پایه 9 رسیدم، راستش به خاطر مشغله درسی خودم تصمیم گرفتم که نرم. گاهی مثلا یک جلسه مثلا میرفتم در هفته، ولی اینجوری نبود که دیگه خیلی زیاد کار بکنم. از طرف دیگه ریاضی خیلی برای من جالب بود. یه کتابکاری داشتم اسمش کتابکار هدف بود و خیلی تستای اون رو دوست داشتم به خاطر اینکه نسبتا سخت بود و نسبتا چالشی. فکر میکنم مثلا شاید 2 تا 3 ساعت میشستم و تستای اون رو حل میکردم، با وجود اینکه کتابکار اصلی که تو مدرسه کار میکردیم نبوده که مثلا بگم تکلیف بوده باشه، ولی از اینکه اون سوالات رو حل میکردم لذت میبردم و شاید مثلا 2 تا 3 ساعت میشستم واقعا به حل میکردم بدون اینکه مثلا بگم برم بیرون استراحت کنم یا هر چیز دیگه. و اونجا فهمیدم که واقعا انگار در علایق من بیشتر میگنجه ریاضی تا بقیه رشته. این نهم رو جدی بگیرید. اینجوری نمیگم که بترسید، نه، منظورم اینه که خیلی هم شل نگیرید، چون مسئله مهمیه، بخش زیادی از آینده شما رو محسوب میشه و انگار واقعا شبیه یک نوع ازدواج دیگه. یعنی شما قراره تا مدت زیادی، یعنی بخش اعظمی از آینده شما رو رشته‌تون شامل میشه. شخصیت اول زندگی خودتون باشین. درسته که شخصیت‌های فردی کامل کنندن، ولی این شخصیت اولی که همه چیز رو به اون